سلام دوستان مهربان و خوش آمدید به برنامه اخبار آزادی که تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیم شما میکند. امروز 25 فوریه است و نخست از سرخطی موضوعها میگویم. با گرفتن پورا متهم میباشد. دادستانی سوخت میگوید سرداری ریاست تندرستی این ولایت را در دایره عملیاتی مقامات امنیتی بازداشت کردند. مقصودزاده فاروق برای گرفتن پورا پرونده جنایتی آغاز شده به سود برای درخواست مراجعه شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ضمن پیام سالانه‌اش به کنگرس درباره ایران راه پایان دادن به نزاع و اقتصادی آمریکا صحبت کرد. با آنها مذاکره داریم. آنها میخواهند سازش کنند ولی تا حال سخن اصلی را نشنیدیم که گویند ما هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. و چرا ازبکستان و افغانستان سمنت تاجیکی را کم میخرند؟ مقامات تاجیکستان با توضیح سبب گفتند از این وضعیت زیاد نگران نیستند. اما شروع میکنیم از خبر آن که دادستان‌های 8 شهر و ناحیه را در تاجیکستان دیگر کردند. این تغییرات روز 25 فوریه با رضایت رئیس جمهور امامعلی رحمان صورت گرفته است. سبب دیگرگونی در دادستانی‌های ونج مرغاب، همدانی، خوالینگ، بوستان، باباجان غفورов، جبار رسولov و کوهستان مهجا معلوم نیست. در حالی که بعضی از ساکنان از طرز رفتار مقامات انتظامی شکایت دارند، امامعلی رحمان از شخصان نفتعین خواسته است از خرافات و فساد مالی و قاچاق مواد مخدر پیشگیری، عدالت را تامین و با مردم معامله خوب کنند. در ضمن مقامات تاجیکستان با گذشت بیش از 2 ماه بازداشت یک منصبدار در شمال تاجیکستان را شرح دادند. فاروق مقصودزاده سرداری ریاست تندرستی در ولایت سوخت حالا بر رشوه‌ستانی و گرفتن پورا متهم می شود. پیوندان و همکارانش هنوز در این باره سخن کردن نمیخواهند. همکارم فرزان محمدی تفصیلات بیشتر میدهد. یکی جزئیات نداد، دیگری به طلب رشوه گمانزد دانست. سومی بازداشتش را به صاحبکاری پیوند داد، نه منصب و کاری رسمی. اظهارات گوناگون و گاه ضدی هم درباره فاروق مقصودزاده سردار بازداشت شده ریاست تندرستی در ولایت سوخت در دادستانی منطقه و آن هم پس از 2 ماه دستگیر شدن مقصودزاده گفتند که او در دایره یک عملیات نیروهای امنیتی به دست افتاده است. در دایره این عملیات ها نسبت سرداری ریاست تندرستی ولایت سوخت پرونده جنایتی آغاز کرده شد. این زمان تفتیشات ادامه دارد. به خاطر فاش نکردن سری تفتیشات ما از توضیحات آن خودداری میکنیم. نظری پیوندان یا وکیل مدافع فاروق مقصودزاده به قضیه معلوم نیست. او تابستان سال 2025 سردار ریاست تندرستی ولایت سوخت تعیین شده بود. رادیو آزادی ماه دکبر همان سال خبر یافت که مدت‌ها باز در جای کارش نیست. دیرتر جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی گفت مقصودزاده بازداشت شده است، ولی ادعا کرد که دستگیر شدن او به کار رسمیش ربط ندارد. کمتر فعالیت صاحبکاری هم با این نفر دارد، ممکن برای اون فعالیت دیگر متهم شده. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان منصبدار یا خادم دولتی حق ندارد که به صاحبکاری مشغول شود. روشن نیست وزیر تندرستی با این اظهاراتش خواسته است نهاد زیر اطاعت خود را نجات دهد یا به عیبنامه فاروق مقصودزاده بیفزاید. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی وزیر تندرستی تاجیکستان پیش و بعد از بازداشت فاروق مقصودزاده به ولایت سوخت رفته است. از جانب مقامات تفتیشات پیشکی در همین حال رئیس دادگاه شهر خوجند برعکس وزیر تندرستی تاجیکستان گفت عیبنامه فاروق مقصودزاده بیشتر به فعالیت دولتی اش پیوند میگیرد. مقصودزاده فاروق برای گرفتن پورا پرونده جنایتی آغاز شده به سود برای درخواست مراجعه شده است. پرونده سود وارد نشده است. حالتهای کار معلوم است. اگر این اتهام تصدیق شود به فاروق مقصودزاده از 284,000 سامانی تا 711,000 سامانی جریمه یا 5 سال زندان تهدید میکند. رئیس دادگاه شهر خوجند نگفت که فاروق مقصودزاده کی و چقدر رشوه گرفته است. طرف دیگری دعوا نیز معلوم نیست، ولی چند پزشک و کارافتاده در صحبت حضوری با خبرنگار رادیو آزادی در موردی به گفتهشان پولستانی در بیمارستان‌های ولایت صحبت کردند.
یک همصحبت رادیو آزادی با شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت گویا در جریان یک سنجش طبی طریق همیانهای الکترونی به صورت حساب فرخ مقصودزاده پل کلان وارد شده و محض همین حالت باعث به تفتیشات گشته است. فرخ مقصودزاده در گذشته هم در مقام سردار ریاست تندرستی کار کرده یک مدت سردختور بیمارستان سوخت بود. تماجویی و گرفتن رشوه در نهاد تندرستی تاجیکستان از مشکلی اصلی ساحه به حساب رفته، ساکنان و کارافتادگان هم زیاد درباره این مسئله شکایت دارند. رو می‌ریم به موضوع دیگر. ایالات متحده آمریکا به طور بی‌سابقه حضور نظامی‌اش را در خاورمیانه در نزدیکی مرز با ایران افزایش داده است. همزمان مقامات آمریکایی با منصبداران جمهوری اسلامی ایران سر برنامه هسته‌ای این کشور مذاکره می‌کنند. دونالد ترامپ در پیام سالانه‌اش به کنگره به این موضوع تمرکز کرد و گفت هیچگاه حق نخواهند داد که ایران صاحب سلاح هسته‌ای شود. او افزود طرفداری با روی دیپلماتی حل شدن مسئله می باشد. مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارد. یک چیز دقیق است که من هیچگاه به حامی رقم یکی تروریستان در دنیا که بیشک همین گونه است اجازه نمیدهم صاحب سلاح هسته‌ای شود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در پیام سالانه‌اش به کنگره باری دیگر تاکید کرد که موقع‌گیری‌اش در برابر ایران جدی است. 10 سالها با سیاست ایالات متحده این است که به ایران اجازه داشتن سلاح هسته‌ای را ندهد. از آن وقتی که 47 سال پیش ملت سربلند را زیر نظارت گرفتند، این نظام و زیردستان قاتلش جز ترور، مرگ و نفرت کار دیگری نکردند. دونالد ترامپ به سرکوب اعتراضهای آخر ماه دکمبر سال گذشته و اولی امسال در ایران اشاره کرد. آن زمان هزاران ایرانی با اعتراض به بالا رفتن نرخ و بی‌قرب شدن پول ملی به خیابان‌ها ریختند. مقامات جمهوری اسلامی ایران ناراضیان را بی‌رحمانه سرکوب کرد. تنها در چند ماه آخر در اعتراضها طوری به نظر می رسد 32,000 نفر را کشتند. 32,000 اعتراضگر را در کشور خودشان. ایالات متحده آمریکا به آبهای اطراف ایران نیروی زیادی نظامی از جمله 2 ناو بزرگ هواپیمابر و صدها هواپیمای جنگی فرستاده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت ایران موشک‌های ساخته است که تا اروپا میرسند و آنها تلاش دارند موشک‌های سازند که تا خاک آمریکا نیز رسند. ترامپ گفت در حمله سال گذشته پیش راه ایران را برای ساختن سلاح هسته‌ای گرفت، ولی حالا باز این کشور تلاش دارد که از نو سلاح هسته‌ای سازد. و در همین لحظه باز هم آنها هدفهای بدی را دنبال میکنند. ما با آنها مذاکره داریم. آنها میخواهند سازش کنند ولی تا حال سخن اصلی را نشنیدیم که گویند ما هیچگاه سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. برتری میدیم که مشکل با راه دیپلماتی حل شود. گفت و شنود نوبتی ایالات متحده آمریکا و ایران قرار است روز 26 فوریه در شویتزاریا برگزار شود. تا کجا آنها به سازش می رسند معلوم نیست. در واشنگتن ده تن از دموکرات ها در کنگره سخنرانی ترامپ را تحریم کردند. آنها چاره‌بینی علاهیده برگزار نمودند که در آن سیاست های ترامپ را تنقید کردند. برمیگردیم به تاجیکستان. خوشروز جمعیف معروف به خوشام غلام بلوگر و فعال زندانی از ولایت مختار کوهستان بدخشان در نامه از محبس پیام داده است که احوالش خوب نیست و به جراحی نیاز دارد. پژوهشگر 26 ساله تاریخ و زبانهای پامیری سال 2022 همراه ده فعال دیگر از بدخشان با اتهام عضویت در گروه جنایی به 8 سال زندان محکوم شد. سازمان‌های حامی حقوق انسان حکم او را سیاسی نامیدند. در نامه کوتاهی که رادیو آزادی نسخه‌اش را روز
24 فوریه دسترس کرد. خوشروز جمعیف نوشته است از اول امسال احوالش بسیار بد شده است. در اداره زندان‌های تاجیکستان به زنگ‌های ما جواب ندادند تا درباره صحت فعال زندانی سوال کنیم. آخر سال 2021 و تا میانه سال 2022 گروه ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان علیه رفتار کارمندان مقامات انتظامی اعتراض کردند. نیروهای امنیتی ماه می و ایون سال 2022 اعتراض ساکنان را سرکوب و ده‌ها فعال مدنی را بازداشت نمودند و خوشروز جمعیف یکی از آنهاست. مقامات انتظامی از بازداشت یک زن خبر دادند که به گفته آنها زنان و دختران تاجیک را در روسیه به تنفروشی جلب کرده از این راه پول به دست می آورده است. وزارت کارهای داخلی با نشر یک بیانیه رسمی گفت که زن متهم به جنایت ساکن 45 ساله ولایت ختلان است و با جیان 28 سالش که در روسیه قرار دارد با هدف به دست آوردن فایده مفت نقشه جلب زنان تاجیک به تنفروشی را کشیدند. در بیانیه آمده است که آنها در یکی از مهمانخانه‌های شهر مسکو حجره اجاره گرفته و دختران را به تنفروشی جلب می‌کردند. از جمله سال 2023 زن 24 ساله از باخته را که زندگی سخت داشته است با وعده بهتر کردن وضع اقتصادیش به تنفروشی جلب کردند. نظر این زن به اتیام معلوم نیست ولی برای چنین جنایت و یا قاچاق انسان به او تا 12 سال زندان تهدید می‌کند. در گذشته نیز موردهای بیرون از تاجیکستان به تنفروشی جلب کردن زنان و دختران تاجیک رسانه‌ای شده بود. بازار صادرات سمنت تاجیکی به ازبکستان و افغانستان سرد شده است. از 5 میلیون تن سمنتی در یک سال اخیر استحصال شده، تاجیکستان توانسته است همگی 6% آن را به افغانستان صادر کند. این کاهش در حالی است که استحصال آن در یک سال اخیر به مراتب افزوده است. چنانچه روی موضوع در گزارش همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر اسایف. تاجیکستان بازار صادرات سمنت خود را در افغانستان و ازبکستان قریب از دست داده است. بازار معمولی که ما داشتیم افغانستان و ازبکستان واسه با آن که اونها در همه روزهای خیلی کارخانه‌های کلان ساختند و حاضر استحصالات اونها از 20 میلیون زیاد شد. و البته کدام دولتی باشد حفظ بازار خود را میکنند، ما میگم گیله نداریم. اونها برای منفعت خود پاشنه باج وارداتی ماندن و باز امروز صادرات به ازبکستان قریب که نیست. و افغانستان باشد متاسفانه تا 40,000 تن سمنت کم صادرات کرده شد. کاهشی به بیرون بردن سمنت در حالی است که استحصال آن در سال 2025 در تاجیکستان نزدیک به 800,000 افزوده است. در وزارت صنعت گفتند در این مورد زیاد نگران نیستند چون از نگاه این نهاد طلبات به سمنت در بازار داخلی کم نیست. بازار طلبات دارد، یعنی بازار داخلی جمهوری همون چیزی که صادرات میشد برعکس در داخل ما صرف میشه و این هم تندنس خیلی خوب است. اقتصاددان تاجیک فاضل جان فتح‌اللهیف برخلاف ادعای وزیر صنعت بر این است که به دلیل گران بودن نرخ سمنت استحصال تاجیکستان آن نمیتواند در بازارهای کشورهای همسایه رقابت پذیر باشد. مشکلی اساسی در آن است که جمهوری تاجیکستان برای استحصال کنندگان داخلی سمنت یگان نمود امتیاز، یگان نمود امکانیت‌های وسیع‌تر یا یگان نمود سرمایه‌گذاری نظررس با آنها تامین کردن نتوانسته است. از همین سبب در بازار بیرونه سمنت جمهوری تاجیکستان رقابت پذیر شدن نمیتواند. از نقطه نظر نرخ سمنت جمهوری تاجیکستان نوبسته از آن که صفتش بهتر و خوبتر است، نرخش نهایت بلند است. ازبکستان در ماه نوامبر سال 2024 برای هر تن سمنت صادراتی تاجیکستان $300 باج گمرکی طلب کرد. تا آن مدت همگی $35 بود. تا جاری شدن این باج گمرکی تاجیکستان به ازبکستان سالانه تا 800,000 تن سمنت می‌برد. هرچند وزیر صنعت تاجیکستان دلیل کاهش صادرات سمنت را به افغانستان به وضع این کشور در سال 2025 ربط داد، بنا به معلومات حکومت طالبان
طلبات به سمنت و هم ارزش آن در افغانستان افزوده است. در این زمان آمار صادرات سمنت که وزارت صنعت تاجیکستان پیشنهاد کرد با آمار حکومت طالبان موافقت نمی کند. دوستان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر که با ما بودید. برای آگاهی از آخرین خبرهای تاجیک